سلام دوستان، امیدوارم که حال همه شما خوب باشد. خب در این درس ما ادامه میدیم درس زبان روسی را و جمله میسازیم. است. اوکی، let's begin. یکم جمله ای که ترجمه میکنیم. با من بگو که چی باید از مغازین بخرم. Tell me دوستان، بگو با من. Tell me what should I buy in the shop. Tell me what should I buy in the shop. دویم مثال. چی میخوای من خرم. What do you want me. چی میخوای از من، یعنی طلب میکنه یه نفر میپرسی. What do you want me to buy. What do you want me to buy. دیگر خواهش میکنم با من یک کامپیوتر نو خرید. Please. خب please دوستان هم یک خواهش کردن میشد یا اینکه با احترامانه. Please buy me a new computer. Please buy me a new computer. من دوست نمیدارم خریدن لباس‌های دوم دست را، یعنی لباس‌هایی که یک مرتبه پوشیدگی است. I don't like buying لباس‌های clothes in second I don't like buying clothes in second hand store. من دوست نمیدارم خریدن لباس‌های دوم دست را. I don't like buying clothes in second hand store. او اکثر وقت چیزی میخرد که به من معقول نیست. She او دختره. She یا که he often چسته یا اینکه همون اکثر وقت. She often buys something that I don't like. و او اکثر وقت چیزی میخرد که به من معقول نیست. She often buys something that I don't like. نسکیویت بوی بد میکند. اوضاع دوستان برای این جمله شاید اما دانستن ما خوب است. Your socks smell bad. Your socks smell bad. یعنی نسکیهای تو ساکس نسکیها میشود. smell بو میکند. bad بزه. آینه را تمیز کن. clean the mirror. Clean the mirror. هیچ چیز من رو نمیتواند مجبور کند که تسلیم شوم. خب هیچ چیز nothing can force me to give up. Nothing can force me to give up. هیچ چیز من رو نمیتواند مجبور کند که تسلیم شوم. بگذار من کارم را در آرامش انجام دهم. بگذار یعنی که اجازه دهیم. Let me to do my work in peace. Let me to do my work in peace. ما باید قرآن خود را محافظت کنیم. یعنی کتاب مقدس است محافظت کردنشم. We have نه ایده must بگم برای که یه چیزی مهمتر است. باید بکنیم. We must to protect our Quran. We must to protect our Quran. علا خود مشو من تو رو محافظت میکنم. یعنی که نگران مشو من تو رو محافظت میکنم. Don't worry I will
محافظت کردن چی میشه؟ protect you. Don't worry, I will protect you. من در این حوزه متخصص نیستم. I am not خب متخصص expert میشه. an expert میشه دیگه. an expert. I'm not an expert in this field. I'm not an expert in this field. حالت بیمار بسیار خوب بود. The patient's condition was very nice. The patient's condition was very nice. حالت بیمار بسیار خوب بود. کاغذ را پاره کردن آسان است. It is easy. It is easy to tear کاغذ چی میشد؟ paper. It is easy to tear paper. لطفاً این روچکه رو به من قرض بده. خواهش می‌کنم کسا. Please lend me this pen. خب دوستان این بود جمله های ما. خب تا درس های دیگر موفق سربلند باشه.